قرمز و سبز و سفیده، خون جاری تو رگامون افتادیم این بر دنیا، همه دور از خونه هامون، تو خیابونای این شهر همه جا رنگ و بارنگه، همه ی رنگا رو دیدن، رنگ تو فقط قشنگه. سبز و سرخ و سفیدم، تو رو به هیچ رنگی نمیدم. سبز و سرخ و سفیدم، تو رو به هیچ رنگی نمیدم. سبز و سرخ و سفیدم، تو رو به هیچ رنگی نمیدم. بله امروز اومدیم در وست الی استودیوز که فرشید امین داره تمرین میکنه و این موقعیت رو غنیمت شمردیم که چند کلمه باهاش صحبت بکنیم ببینیم چیه چه خبره و این آلبوم گرفتار چه قوقایی کرده، همه رو گرفتار کرده. خوبی؟ قربون ژاکلین جان مرسی. سلام میگم به همه بینندگان عزیز، امیدوارم هر جایی که هستید سلامت باشید، شاد باشید. مرسی که امروز اومدی وقت دادی به ما، خیلی حال کردیم اینجا بودیم. مرسی از تو که واقعا وقتی گذاشتی که یه صحبت کوتاهی با تو داشته باشیم. خب این آلبوم گرفتار من میدونم که یکی از آلبوم‌های بسیار مطرح امسال بود، آخر سال 2006 هم که نزدیک مطرح امسال بود و خیلی سر و صدا کرد. یه مقدار برامون توضیح بده که تو این آلبوم با کیا کار کردی، چطوری بود، چقدر طول کشید و همه بی‌صبرانه منتظر بودن. مرسی ژاکلین جان. من این آلبوم رو هستش 3 سال پیش شروع کردم کارشو، بعد بین آلبوم قبلی که دیدی گفتم بود و این یه دونه آلبوم ریمیکس بیرون دادم که یه دونه آهنگ جدید توش داشت، سبز و سرخ و سفید، که خیلی اتفاقا کار کرد آهنگش. و این آلبوم قبل از اینکه ریمیکس شروع بشه شروع شده بود، آهنگاشو داشتم درست می‌کردم، ترانه‌هاشو داشتم با چند تا از بچه‌های دیگه کار می‌کردیم، داشتم این آلبومو درست می‌کردم. ولی با دوست خوبم آقای فرخایی که همیشه کار کردم باش کار کردم، این دفعه برای اولین بار شوبرت آواکیان تو این آلبوم سهم داشت، آهنگ گرفتار رو تنظیم کرد و همچنین آلن دوست خوبم، آلن نظریان، 2 تا از آهنگاشو با اون بودم، نامی، کسای مختلفی تو این آلبوم کار کردن، آلن اوهانیان. واسه همین یه جوری بودش که مثل آلبوم قبلی نبودش که تو یه استودیو باشه، از این استودیو به اون استودیو و حسابی وقت برد و سخت بود که پروداکشنش رو یه دست در آوردن، یکم کار مشکلی بود ولی خدا رو شکر خیلی خوب از آب در اومد. خیلی راضیم از کاری که در اومد. بوی خاکت تو وجودم، تو نبودی من نبودم، من یه برگ از شاخه تو، عاشق و دیوانه تو، گرچه در غربت نشستم با تو من نشکستم، این نفس از ریشه توست، در سرم اندیشه توست. سبز و سرخ و سفیدم، تو رو به هیچ رنگی نمیدم. اتفاقا برام خیلی جالب بود چون همیشه دیدم که یه سلکشن خاصی داری برای خودت، همیشه با یه سری از کمپانیت، الان خب سالهای سال همون کمپانیه، تغییر زیاد در فرشید امین نمیبینیم که دراستیک باشه یه دفعه مثلا، آره، ولی این دفعه دیدیم که با اشخاص مختلف کار کردیم دیگه. بالاخره دوست دارم هر کاری که میکنم هر سال هر آلبومی که بیرون میاد یه حالتی باشه که فرق بکنه با آلبوم بعدی، چه از نظر پروداکشن، چه از نظر ترانه، آهنگ. همیشه دوست داشتم یه جوری باشه که نوآوری، نه به صورتی که نوآوری باشه که مثلا خیلی دیگه از مغرب مشرق، نه، ولی یه جوری باشه که تو همون کاری که میکنم، تو همون ژانر موسیقی کار میکنم، یه جوری باشه که آهنگای جدید بیارم، ترانه‌های جدید باشه، همیشه یه جوری باشه که نو باشه کار. و خیلی خوشحالم با این آلبوم، تا ان شاءالله آلبوم بعدی ببینیم چی میشه. بله مطمئن هستم که همیشه آلبومات خوب بوده، موفق بود. ولی خیلی جالبه که با آقای کعبه‌ای صحبت می‌کردم، اینو به بینندگان عزیزم بگیم، با آقای کعبه‌ای صحبت می‌کردم و میگفت باور کردنی نیست که آلبوم گرفتار بعد از هفته اول که ما اینو پرینتش کردیم، اوردر کردیم، دوباره مجبور شدیم که دوباره اوردرش بدیم و این باعث خوشحالی یه آرتیسته. خیلی دیگه خیلی خوشحالم و واقعا هم از اول از همه بعد از مردم، خب اول از همه از خدا تشکر میکنم، خدا رو شکر، بعدم از مردم تشکر میکنم به خاطر اینکه اونا هستن که واقعا این کارو کردن، چون که واقعا در روز اولی که فرستادیمش این آلبوم بیرون، خود آقای کعبه میگفتم به من که در روز دوم
ریوردر گرفتم براش، هم روز اول خیلی جا تموم شد و خب باعث خوشحالی منم هستش. امیدوارم همیشه اینجوری باشه که بتونم کارهای ارائه بدم که مردم رو راضی نگه داره، خوشحال باشن با کارهای من، اونم خب باعث خوشحالی خود من میشه. مرسی. عزیزم بگو برمیگردی، دور نریز عشق به این قشنگی. عزیزم بگو برمیگردی، تا کی میخوای با دل من بجنگی. عزیزم توی اوج پرواز پر زدی و رفتی ز شهر آواز، حالا من اینجا غرق انتظارم، جز دیدنت آرزویی ندارم، جز دیدنت آرزویی ندارم. عزیزم بگو برمیگردی. البته باید بگیم که فرشید امین خودش یک موزیسین خیلی هم تو کارش وسواس داره و برعکس خیلی از خواننده‌ها که خب موزیکشون رو میسپارن دست یک نفر و خودشون نمیدونن هیچ نوع آلات موسیقی رو بزنن، فرشید امین خودش بسیار وارد هستش در موسیقی، آهنگساز خوبیه. و فرشید این همه زحمت میکشین برای آلبوم، یه سال طول میکشه یه آلبوم بیاد بیرون، چه مراحلی واقعا طی میکنه، چقدر زحمت داره، چقدر خرج داره، یه مقدار برای ما توضیح بده. خب از نظر بستگی داره، هر کسی هر آرتیستی یه جور کار میکنه. اصولا من وقتی که کمپانی پارس ویدیو واقعا هر چی که من خواستم در اختیار من گذاشته، چه از نظر مالی، چه از نظر حالا استودیو، در بهترین استودیو دوست دارم کارامو انجام بدم، از نظر مستر کردن یک چیزی که تهیه میکنید همیشه دوست داشتم تو بهترین استودیو این کارو بکنم، حالا همیشه خرجش بیشتر میشه، ولی من اصولا یه جوری بودم که هر چی بودجه داشتم میریزم توی کارم، نگران نمیدارم که مثلا بگم خب اینقدرشو میذارم برای موزیک، اینقدر برای ویدیو، هر چی که هست خرج آلبومم میکنم، چون واقعا میخوام بهترین پروداکشن رو بتونم بیرون بدم. البته از این نظرم بهتون بگم متاسفانه به خاطر اینکه کپی زنا این روزا کپی میزنن، این کارا رو کپی میکنن و دانلود میکنن از روی اینترنت و بعدن دوباره میفروشن به بازار، خیلی از این زحمتایی که آدم میکشه به هدر میره. چون که مثلا من میگم 3 سال طول کشید تا این آلبوم بتونیم اون پروداکشنش رو اینجور در بیاریم، با خود آلن نشستیم ساعت‌ها کار کردیم روی این آلن. آلنم خیلی کمک کرد با این آلبوم، نشستیم ساعت‌ها، واقعا روزها، ماه‌ها، نه فقط با آلن، با تمام کسایی که کار کردیم که یه پروداکشنی بتونیم بیرون بدیم که واقعا حتی وقتی که دوستای خارجی خود من که توی صنعت موسیقی آمریکایی هستن اینجا تو هالیوود کار میکنن، وقتی گوش میکنن میذارن کنار آلبوم‌های خارجی، میگم ببین این آلبوم شاید حتی بهتر از آلبومایی که خود ما تو لس آنجلس میدیم بیرون، آلبوم آمریکایی که بیرون میاد پروداکشنش از اونم حتی بهتر و قوی‌تره و واقعا هم سعی کردیم این کارو بکنیم که بتونیم موسیقی ایرانی یه جوری باشه که بتونه بغل استانداردهای غربی واسطه. متاسفانه با کپی کردن این کارها کوالیتی خیلی بد میشه، از روی اینترنت اینا رو دانلود میکنن میفروشن به مردم و من میدونم که در همون هفته اولی که در اومد این آلبوم دوباره طبق معمول این کپی شد در ایران، این بر اون بر میفروشن این آلبوم‌ها رو با کیفیت خیلی بد و از اون نظر به خب حالا به جیب آدم اگه ضرر میزنه بزنه، اگه برای صنعت موسیقی هم هستش بد باشه قبول، ولی اینکه خود آرتیست که یه کاری رو انجام میده میخواد به بهترین کیفیت انجام بده، اون خیلی آدمو اذیت میکنه، چون که واقعا حیفه، این هم آدم زحمت میکشه و بعد اون کوالیتی رو که میخواد، اون نوع چی بهش میگن کیفیتی رو، آفرین مرسی، کیفیتی رو که میخواد عرضه بده به بازار نمیتونه با اون جور با کپی زدن و اینا نمیشه اون عرضه بده. ولی خب دیگه دنیا همینه، چیکار میشه کردش. یعنی در واقع این همه زحمت کشیده میشه، این همه خرج، زحمت و آرتیستا میخوان سعی کنن هر دفعه آلبوم‌های بهتری رو به بازار بدن و هر دفعه که یک دونه آلبوم کپی میشه، یک دونه کپی به فروش میره یا شما میرید دانلود میکنید، این باعث میشه که آرتیستا نتونن کارهای بهتر انجام بدن. در نتیجه من همیشه گفتم این مثل یه زنجیر به هم وصله، کمپانی، آرتیست، شاعر، آهنگساز، تلویزیون ها همه به هم دیگه وصله. کاملا. حالا کپی هم میخوام بکنن، حالا اونم بکنن، اقلا با کیفیت خوب کپی کنن. پشت این آلبوم من دیگه میخوام بذارم چجوری هم میخوان کپی کنن، چجوری کپی کنن که اقلا با کیفیت خوب در اینا روی 24 بیت کپی میکنن، خیلی در میاد. به خدا میگم ما که دارین کپی میکنین، اقلا یه جوری کپی کنین که خوب کپی کنین که اونم میخواین اگه قاچاقی میخواین به مردم بفروشین، یه چیزی به مردم بفروشین که خوب باشه. حالا دیگه ببینیم چی میشه. عزیزم نگی رفتم از یاد